گمراه کننده چی کسی است عزیز دلم؟ گمراه کننده خود انسان است. خود انسان است که خود گمراه میسازه. خود انسان است که به هر راهی که بخواه انتخاب میتونه که بره. این دیگه ببینید. خود انسان گفتی درست است. خود انسان. بله به صراحت. I want to bring a reference for you and for people, for others. سوره نساء آیه 143 و هر کس را خداوند گمراه کند راه برای او نخواهی یافت. لالا گفتی انسان گمراه میکنه، اینجا خدای تو برای گمراه میکنه. اما که اراده خداوند باشه. انسان بدون اراده خداوند چیزی کرده نمیتونه. ببین ما انسان هستیم، ما انسان هستیم، ما نفس میکشیم، دست پای خود به اراده خداوند پاک ایسو میبریم، نفس خود به اراده خداوند پاک میکشیم. در چیزی که اراده خداوند پاک باشه نمیشه. پیکی گمراه میکنه بالاخره. ببین ما برات چی گفتم؟ اراده خداوند تبارک تعالی در گمراهی انسان نبوده. انسان اختیار داره. خب پس چرا خدا گمراه میکنه؟ انسان اختیار داره بیادر جان. انسان اختیار داره. خب من میدانم اختیار داره. اینجا خدا گفته من گمراه میکنم. در کجا گفته که گمراه؟ نه و هر کس را خدا گمراه کنه. و هر کس را خدا گمراه کنه. و هر کس را خدا گمراه کنه. 3 بار خواندمش. بدون شک چرا که اراده پروردگار دمو می باشه. کسایی را که پروردگار انتخاب کرده پیشتر که گفتی اراده پروردگار نمی باشه، حالا گفتی می باشه یا نمی باشه. نه سعی کنین ببینین اراده پروردگار همیشه وقت به زیان انسان نیست، مگر او انسانه که من زیانش را چی کنم لالا؟ من زیانش را کار ندارم. ببین من زیانش را کار ندارم. گفته هر کس را خدا گمراه کند. خدا چرا گمراه میکنه؟ پس وظیفه شیطان چیه؟ سر از این مسئله میایم بحث میکنیم. حالا این مسئله بحث برنامه خودت چطور میشه؟ اینو پیش میبریم. همین مسئله بحث برنامه ما. شیطان وظیفه چی است در زندگی بشر؟ گمراه کردن انسان ها. بسیار عالی. پس چرا خدا وظیفه شیطان انجام داده؟ در کجا گفته خداوند وظیفه نه و هر کس را خدا گمراه کند هیچ هدایت کننده نداره. سوره زمر آیه 36. بله در صورت که کسی که انتخاب کنه که گمراه شود خداوند پاک برش اختیار داده که گمراه شود، چون برش یک خدا اختیار نداده گفته گمراه شو. کسی را که خدا خودش شما اونو برداشتش غلط میکنین عزیز دل بیادر. شما برداشتش غلط میکنین. برداشت سعی شما چون عربی نمیفهمید. نه برنامه را لایک کو. لالای عزیز من به خاطر از اینکه آمادگی نداری الحق نازنین الحق من الحق والسماوات والارض انما فیکم فی ضعف. ما به خاطر از اینکه اطلاعات نداری در مورد این 27 روز تو باید برنامه ما را بیننده باشی. بعد از 27 روز جناب الحق ما امروز گفتگو میکنم. تا 27 روز تاریخ چند است؟ امروز تاریخ 27 است. جان سیکتو تاریخ هم 27. تیره در رفت زدیم. سر از امروز حساب کن. خب دمود خال خورد نه؟ 27 روز دیگه عزیز دلم. 27 روز دیگه. من امروز دوستان کمک که برخوردم برادرانه و شوخیانه و مذاقانه و البته ریشخندی نیست. میخوایم که دوستا با ما کمی آشتی کنن، ما رو قدر بابا و فکر نکنن. اما لالا 27 روز نیاز داری که مطالعه کنیم. تشکر از حضورت در برنامه. خوشحال شدیم. اگر میخواستی شخصی صحبت کنی ما در خدمت چای میتیمت. خانه بیا در این مناطق هم شاید باشی، یک چای میدیم چای بخو، اما بحث نمیکنیم. شیطان اول گفتی انسان گمراه میشه. برات خدا رو آوردم، خدا رو هم قبول کردی. وظیفه شیطان هم همون بود. شیطان خدا خود انسان در دین شما محمد است. تشکر. تشکر کوه جان. سپاس.